سلام، به کانال دکتر توپ خوش اومدین. امروز می‌خوایم براتون 7 راهکار علمی و کاربردی رو معرفی بکنیم که اگر آقایون اونا رو رعایت بکنن میتونیم به قطع بگیم که شریک زندگیشون، همسرشون یا پارتنرشون هرگز به اونا خیانت نمیکنه. پس خیلی سریع بریم سراغ این 7 راهکار. آقایون باید سعی بکنن که به ظاهر و به سلامتیشون برسن. متاسفانه زمانی که مخصوصا چند سال از یک رابطه میگذره، آقایون دیگه درگیر زندگی میشن و متاسفانه یادشون میره که باید مثل روزای اول به خودشون برسن، حالا چه ظاهر چه سلامتی. نیازی هم نیست که در حد مثلا مدل ها و بازیگر رو باشه، نه، یه ظاهر آراسته، عطر خوب مرتب و غذایی که میخورین سلامت باشه، به تناسب اندامتون یه مقدار بها بدین و این تأثیر میذاره ناخودآگاه روی اعتماد به نفس خودتون و اینکه شریک زندگیتون بدونه برای خودتون ارزش قائلین. مطمئنم اونم خیلی بیشتر براتون ارزش قائل میشه و توی ظاهرم خیلی براش جذابتر میشین. پس بعد از گذشته حتی چندین سال هم اصلا فراموش نکنید که به ظاهر، تناسب اندام و سلامت خودتون رسیدگی بکنید. ارتباط عاطفی قوی برقرار کردن بسیار کمک میکنه به این که قلب یک زن رو تسخیر خودتون بکنین و اونو مادام العمر مال خودتون بکنین. حالا راهکارش چیه؟ شما تصور بکنید که حالا خسته و کوفته از خونه اومدین، از سر کار، محل کار، باید یک زمانی رو به خانمتون هم اختصاص بدی، اونم توی خونه یا محل کار لحظات سختی رو داشته، تنهایی داشته، ناخوشیایی داشته و دوست داره که راجع به اونها با یکی صحبت کنه و بهتره که اون یک نفر شما باشین. پس برای همین سعی کنین روزانه یک تایمی رو اختصاص بدین برای اینکه به حرفها و درد دلهای اون گوش بدین و توی اون تایم سعی کنین فقط و فقط شنونده باشین و اون رو با جملاتی مثل اینکه عزیزم من درکت میکنم، من در همه شرایط کنار تو هستم، دلداری بدین و بهش اطمینان خاطر رو بدین که همیشه یک قلب و یک گوش برای شنفتن حرفای اون داخل خونه وجود داره. هیچ وقت قدردانی از کارهای کوچک رو فراموش نکنی. این قدردانی های کوچک واقعا در زندگی های مشترک و رابطه های مشترک معجزه میکنه. دانشگاه جورجیا تحقیقاتی نشون داده و دیده زوجهایی که بابت کارهایی که بعد از گذشت چند وقت حس میکنن زوجه که دیگه وظیفه طرفشون هست، مثلا یک زن خانه‌دار وظیفشه که لباسا رو بشوره، چه میدونم غذا بپزه، خونه رو مرتب بکنه، یک مرد که در بیرون کار میکنه وظیفشه که همیشه رفاه خوبی رو برای یک زن تامین بکنه، نیازها رو بخره. درسته که اینا وظایف ما هست، ولی قدردانی بابت انجام این وظایف معجزه‌ای میکنه در رابطه‌های مشترک که تا امتحانش نکنین نمیتونین تجربه بکنین. پس هرگز فراموش نکنید بابت کوچکترین کارهایی که طرف مقابلتون میکنه قدردانی رو حتما انجام بدید. نکته 4، اهمیت دادن به خواسته ها و نیازهای طرفتون هست. در رابطه‌های مشترک معمولا وقتی بعد از چند وقت میگذره و یه مقدار اون شور و هیجان اولیه فروکش میکنه، دیگه مثل روزهای اول نیازهای کوچک خیلی برای ما به چشم نمیاد و فکر میکنیم که دیگه باید زندگی رو جور دیگه انجام بدیم. ولی تحقیقات دکتر گابمن نشون میده که اهمیت دادن به نیازهای خیلی کوچک و جزئی که معمولا نیازهای شخصی هستن، یعنی عمومی نیست، هر کسی نیازهاش متفاوته، سلیقه‌ایه، یعنی چیزیه که فقط اون طرف مقابل میفهمه که تو الان به این نیاز داری، به این جمله، به این حرکت، به این بغل کردن، به این گوش دادن، یا یه سری روابط خاص فیزیکی، به شوخی کردنای فیزیکی. یه سری نیازها هست که فقط مختص زوجینه، عمومی نیست. اونا رو اصلا فراموش نکنیم. یعنی
یک هیجان و شوری به زندگی و رابطه مشترکتون میده که همیشه اون سطح در باب عشق و محبت و داخل رابطه بالا نگه میداره که یه وقت پارتنرتون به خاطر کمبود محبت، کمبود عشق نخواد بره اونو از جای دیگه تأمین بکنه. راهکار پنجم دادن فضای شخصی هست. متاسفانه داخل روانشناسی زرد و فضای مجازی خیلی به این بها میدن که این فضای شخصی رو بیشتر باید به مرد داد. این خیلی اشتباهه. شما فضای شخصی رو باید به خانم بدین، حالا چه شاغل باشه چه خانه‌دار باشه اصلا مهم نیست، اونم به فضای شخصی نیاز داره. اگر دوست داره میخواد با دوستاش بیرون بره تایمی بذاره، حتما این کارو باش همکاری بکنید، اجازه بدید که بره و خوشحال باشین که این کارو میکنه. اگر اون فضای شخصیش وقت گذرونی با اعضای خانواده‌اش، حالا خواهر، مادر یا داخل فامیلشون کسی هست، اینو حتما سعی کنین که انجام بده. خیلی نیاز دارن خانم‌ها که یک فضای شخصی داشته باشن. هر کاری بکنیم یک سری صحبت ها هست که معمولا به شوهرشون نمیتونن بزنن و باید اون فضا رو آماده بکنین که هم از لحاظ روحی هم از لحاظ در واقع ذهنی از شما جدا بشه و بتونه یک ریکاوری کنه و پیش شما رفرش برگرده و مطمئناً قدردان این هست که شما دارین این فضای شخصی رو بهش میدین و رابطتون رو خیلی مستحکم‌تر کنه. راهکار هفتم قوی نگه داشتن ارتباطات کلامی هست. یعنی اینکه شما معمولاً این بین زوجین دیده میشه وقتی از دست هم ناراحت میشن، قهر میکنن یا حرفاشون رو به هم نمیزنن، یا حوصله‌شو ندارن یا دوست دارن یا مثلا ساکت باشن که طرف مقابل بیاد صحبت بکنه و این کاملا اشتباهه. شما باید ارتباط کلامیتون رو در هر موقعیتی با پارتنرتون نگه دارین، مخصوصا موقعیت‌هایی که از دست هم ناراحت هستین یا با هم دیگه دعوا کردین. سعی کنین مشکلاتتون رو خیلی ساده و در یک فضای آروم با هم دیگه مطرح بکنید، راجبش حرف بزنید، اجازه بدین که این حرف ها ذهن شما و قلب شما رو بیرون بریزه تا طرف مقابل بتونه شما رو خیلی بیشتر بشناسه. وقتی شما رو کامل شناخت، میدونه که چه موقع باید با شما چطوری رفتار بکنه. متاسفانه ما هیچ گونه صحبتی نمی کنیم و انتظار داریم که طرف مقابلمون ما رو بشناسه و اون چیزی رو که ما نیاز داریم اون لحظه بهمون بده. این کاملا اشتباهه. شما باید خودتون رو اصطلاحاً پرزنت کنین به طرف مقابلتون تا بدونه وقتی قهر هستین چه رفتاری دوست دارین، وقتی خوشحالی چه رفتاری دوست دارین، وقتی هیجان زده میشین اون باید چه کار بکنه. راجع به اینا باید صحبت بشه، باید حرف زده بشه و همین صحبت کردن ها ارتباط عاطفی و پیوند عاطفیتون هم قوی تر میکنه و از برداشت های اشتباه، از سوء برداشت های آینده که در موقعیت های خطرناک و پرتنش و پر استرس به وجود میاد خیلی جلوگیری میکنه. راهکار هفتم که میخوایم بدیم اینه که رشد فردیتون رو هرگز فراموش نکنید. یعنی اگر شما توی زمینه شغلیتون، توی زمینه اگر کسب و کاری دارین، سعی کنین که پیشرفت بکنین، کتاب بخونین، خودتون رو ارتقا بدین، اطلاعات روز رو داشته باشین، جمله ها و کلمه های روز رو باش در ارتباط در واقع بتونین بفهمین. وقتی صحبت میکنن سعی کنین با تینیجرها، نوجوانا هم کلام بشین که خودتون رو آپدیت بکنین و آپدیت نشون بدین. خانم ها و زن ها از شخصی که رشد فکری و رشد ذهنی دارن و اینکه خیلی علاقه نشون میدن که رشد پیدا بکنن، جذبشون میشن. به این دلیل که میگه وقتی این به فکر خودش هست و داره رشد میکنه، مسلماً من هم کنار این باشم، رشد میکنم و ارتقا پیدا میکنم و این فرد یک فرد مسئولیت پذیره که هم به فکر خودش هست هم به فکر زندگی مشترکش هست. با رعایت کردن این 7 نکته مطمئن باشین که میتونین قلب و روح یک زن رو تسخیر بکنین و تا آخر عمر عاشقانه در کنار هم زندگی بکنید تا اصلا دغدغه این رو نداشته باشین که ممکنه به شما خیانت بکنه. شما باید این نکات و نکات دیگری که داخل ویدیوهای دیگه گفتیم رعایت بکنین
تا یک پیوند خیلی قوی و عاطفی رو با همسرتون یا پارتنرتون داشته باشین. خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و داخل کامنت ها اگر نظری دارین یا ایده‌ای دارید حتما مطرح بکنین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.